آقای دکتر، امروز 1703 پروژه در حوزه شهری و روستایی در استان خوزستان کلنگزنی و یا افتتاح شد. میتونیم بگیم 1703 مشکل از حوزه روستایی و حوزه شهری در استان خوزستان رفع شد؟ بله، عرض سلام و ارادت دارم. تبریک میگم ایام الله دهه فجر و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما و مجموعه بینندگان مجموعه شما. عرض کنم که همونطوری که فرمودین همزمان با دهه فجر، دهه مبارکه فجر، با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور و همینطور مجموعه‌ای از مدیران وزارت کشور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، 1703 پروژه در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. این پروژه ها در حوزه‌های مختلف شامل حوزه‌های درمانی، مسکن، حمل و نقل، زیرساخت و آبرسانی، فاضلاب و غیره بودند که واقعاً بخش عمده‌ای از مشکلات رو آهناخا برطرف خواهند کرد. من یه آماری بدم خدمتتون که از مجموع این 1703 پروژه که سرجم اعتباری هولوش 96,000 میلیارد ریال رو در بر داشته، 1679 پروژه افتتاح و 24 پروژه کلنگزنی خواهند شد. مجموع پروژه هایی که افتتاح میشن بالغ بر 83,000 میلیارد ریال و پروژه هایی هم که کلنگزنی میشن 13,000 میلیارد ریال خواهد بود. یه آمار تفکیکی هم خدمتتون بدم از مجموع 1679 پروژه قابل افتتاح، 1202 پروژهش در حوزه روستایی با اعتبار بالغ بر 15,000 میلیارد ریال یا 1.5 همت بوده و در حوزه شهری هم 477 پروژه داشتیم که مبلغی معادل 67,000 میلیارد ریال رو در بر داشته و همگی مورد افتتاح قرار گرفتن. من یه توضیحی هم خدمت شما و یک نکته رو هم عرض کنم، اون هم این که استان خوزستان امسال در حوزه روستایی مقام اول رو در تعداد پروژه ها و میزان جذب اعتبار در بین ادارات کل روستایی استانداری های سراسر کشور داشته که جای تبریک داره به دوستان در این حوزه و به همین مناسبت هم امروز همزمان با افتتاح پروژه های عمرانی شهری و روستایی 4 آیین رونمایی داشتیم و قرار است انجام بشه. چی بودن این عرض می‌کنم خدمتتون. اولیشون آیین رونمایی از 8مین مرحله واگذاری خودروهای خدماتی به دهیاری‌ها هست که مشتمل بر 36 دستگاه دفع پسماند. دوم آیین رونمایی از سامانه ردیاب خودروی دهیاری‌ها هست. سوم آیین رونمایی از سامانه صدور پروانه الکترونیکی توسط دهیاری‌ها داره و آخرین مورد هم آیین رونمایی از نرم افزار روستانگار هست. بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما. خدمت شما هستم. متشکرم.